قطعه صبحگاهی اثر استاد حسن کسایی، تنظیم و اجرا استاد فرهنگ شریف. اینک ساعت 5 صبح روز 12 مرداد 1395 هست. با اجرای صبحگاهی، با انرژی و با حس خوب آرزو میکنیم استاد فرهنگ شریف از بستر بیماری بیرون بیان و دوباره دست به مزراب به ما روح دوباره بدند. این قطعه که به سلام صبحگاهی یا سلام یا شادی و امید معروف هست، طبق روایت خود استاد حسن کسایی با الهام از سلام صبحگاهی که اصفهانی‌ها در بازار اصفهان به هم میدادند ساخته شده و اصفهانی‌ها به حالت موزیکالی میگن سلام علیکم سلام علیکم و همین تمی شده برای این قطعه که توسط خود استاد حسن کسایی اجرا شده و به شکل خاصی بسط داده شده. اما معروفترین اجرا مربوط به استاد فرهنگ شریف هست که روی این تم واریاسیون هایی ساختن و اجرا کردن. این قطعه رو چند باری استاد شریف اجرا کردن که چند مدل هست و قسمت های میانی اون یه مقدار متفاوته، اما نمونه‌ای که ما الان اجرا میکنیم برمیگرده به اولین اجرای ایشون از این قطعه که در رادیو تهران صورت گرفت و مدتها پخش میشده در رادیو، که در کانال یوتیوب ما اثر صوتی ایشون همراه با نوت وجود داره و در اینجا بر اساس اون اجرا میخواییم که صحبت کنیم. در مورد ویژگی های ساز استاد فرهنگ شریف قبلا توضیح داده شده در ویدیوی گذشته. در مورد استاد حسن کسایی در آینده به تفصیل با بررسی آثار ایشون توضیحاتی داده خواهد شد. اما این قطعه جز دو اجرایی که به صورت تکنوازی صورت گرفته، یک تنظیم بسیار زیبا هم روش انجام شده در آلبوم صبحگاهی اثر استاد حسین علیزاده که میشه گفت از تنظیم‌های بسیار زیبای موسیقی ایرانی هستش و ایشون هم به شکل خودشون روی این تم واریاسیون هایی ساختن و برای ارکستر سازهای ملی اون رو تنظیم کردن. همونطور که میدونیم استاد فرهنگ شریف نوت نمیدونستن و به سیستم سنتی و گوشی موسیقی رو یاد گرفته بودن و سماعی، ولیکن از تکنیک بسیار بالایی برخوردار بودن، چه تکنیک دست چپ و چه تکنیک دست راست. و این تکنیک ها منهای اون تکنیکی که ما به نام سرعت یا سرعت پنجه میدونیم به تکنیک های درونی ساز برمیگرده، از جمله سونوریته بسیار خاص و ایجاد صدادهی بسیار خاص در ساز تار و همچنین مالش های عرضی و طولی و پژواک های خاص و نحوه اجرای تحریرها و استفاده خاص از مزراب های چپ. ایشون در صورت پنجه هم بسیار قوی بودن، حتی قطعات استاد وزیری رو هم بسیار خوب اجرا می‌کردن، حتی در حضور خود علی نقی خان وزیری به اجرا پرداخته و علی نقی خان وزیری ضمن تایید و تعجب از این که چطور ایشون بدون نوت این قطعات رو یاد گرفته و اونطوری می‌نوازه که مد نظر خود استاد وزیری بوده. از ویژگی‌های ساز فرهنگ شریف اجرا در مایه‌های مختلف هر دستگاه هست. ایشون مثلا بسنده نمی‌کنه که فقط در چهارگاه دو ساز بزنه، چهارگاه سول، چهارگاه ره و دشتی‌های مختلف، شورهای مختلف. سعی می‌کنه که رنگ‌آمیزی صوتی به ساز بده از طریق تغییر مایه و استفاده از کوک‌های مختلف در سازش مشهوده. استاد فرهنگ شریف همونطوری که قبلا هم گفتیم مزراب رو در بین دو بند انگشت سبابه قرار میدادن و شست رو به این شکل که تیزیش به سمت بالا باشه، تیزی این بند روی مزراب قرار میدادن، به طوری که مزراب زاویه‌اش با
سیم در راست و چپ یک زاویه هست. به خاطر همین چپ‌های ایشون بسیار چپ‌های نافذ و خوش صدایی هست و نسبت به چپ‌های بقیه اساتید میتونیم بگیم یک رنگ و بوی خاصی داره. این نحوه گرفتن مضراب برعکس اون که به نظر میرسه خیلی حالت ابتدایی گرفتن دست باشه و نادرست، یعنی یک اکل نامناسبی رو به ساز انگار میده، اما در صدادهی بسیار تاثیر بسزایی داره. به همین دلیل هست که میتونیم بگیم استاد شریف بهترین سونوریته برای ساز تار رو دارن، چرا که میشه گفت تمامی سونوریته های قبلی در ساز ایشون هست، ضمن اینکه یک چیزای جدیدتری هم درش وجود داره. هم میتونیم بگیم یک بخش های از صدای ساز جدید شهناز و اون سونوریته الوه‌ای در ساز ایشون هست، هم تند و تیزی مضراب های وزیری رو داره، هم یک چیزایی از شهنازی داره یا علی اکبر خان یا عبدالحسین خان شهنازی. و میشه گفت که از جدیدی ها هم اگر بخوایم از استاد لطفی یا استاد علیزاده یا آقای ساکت نام ببریم، تمام این صداها در صدای ساز فرهنگ شریف وجود داره و ایشون دائما این سونوریته ها رو تغییر میده در ساز، نمیذاره یک لحظه ساز به یک شکل صدا بده. استفاده از پوش در جلو یا عقب و جابجایی دست با این سه انگشت گاهی خیلی مؤثر هست و برای چپ ها گاهی این سه تا انگشت هم آزاد میذاره که بتونه به حالت مضرابه ستاری صدا ایجاد کنه، همراه با کمدکاری ها و یه جاهای صدای خیلی الوه‌ای خاص ایجاد میکنه. و یه جای صدای پوش، جاهای نزدیک به خرک و همچنین استفاده خیلی بجا از خرک برای ایجاد پژواک یا اکو در ساز. اینکه مضراب رو ما اینطوری بگیریم در چپ هایی که یه موقع میخوایم در سیم زرد بزنیم خیلی ما رو کمک میکنه و کار رو خیلی آسون میکنه. همچنین اجرای ریز رو بدون صداهای اضافی به ما ارمغان میده. خیلی ها به من میگن که ما در اجرای ریز یه صدای فسفس یا خشخشی در سازمون میشنویم. راه حلش تغییر نوع مضراب، تغییر نوع تراش مضراب، یه موقع‌های تغییر خود ساز میتونه تاثیرگذار باشه، اما بیشترین تاثیر میتونه از گرفتن مضراب باشه. یعنی با این حالتی که ما میگیریم میتونیم مضراب ریزی داشته باشیم که کمترین صدای اضافی رو درش داره. استاد شریف معمولا از سازهای 25 پرده‌ای استفاده میکردن، اما اینجا ما برای اجرای این قطعه به دلیل اینکه دو دیز نیاز داریم و فا دیز مجبور شدیم از ساز 28 پرده‌ای استفاده کنیم. البته دوستانی که سازشون 25 پرده‌ایه میتونن مثلا پرده ریکورون رو کمی عقب ببرن که صدای دو دیز رو داشته باشن، چه در بالا دسته چه در پایین دسته. زاویه تار در دست استاد شریف معمولا زاویه صافی هست و زاویه به سمت بالا نداره. یه موقع‌هایی هم گاهی دیده میشه که سر تار به سمت پایینه که باز این در زاویه مضراب خیلی به ایشون کمک کرده. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شده، دانگ لا سیکورون، دو دیز ره، دانگ چارگاه هست، 3 ربع پرده، 1 ربع پرده و نیم. بعد از اون دانگ ره میکورون، فا دیز سل رو داریم که این هم باز دانگ چارگاه هست، 3 ربع پرده، 1 ربع پرده و نیم پرده. بقیه دانگ هایی که استفاده شدن همین دانگ ها و تکرار اون هاست. سرکلید این قطعه فا دیز، دو دیز
سی کرون و می کرون هست. فرم این قطعه به طور کلی میتونه A, B, C, A, D, C و A, B, C آپریم باشه. در این قطعه تم اصلی بر روی یک الگوی ریتمیک بنا شده که شامل یک دولاچنگ، یک چنگ، دوباره دولاچنگ و 2 تا چنگ هست. اگر ما بخوایم در 2/4 بشماریم و هر پا رو به 4 تا دولاچنگ تبدیل کنیم، برای شمردن این ریتم کافیه که شماره های 3 در ضرب اول و شماره های 2 و 4 در ضرب دوم رو نشماریم. یعنی به جای اینکه بگیم 1 2 3 4 1 2 3 4 میگیم 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 و ریتم ما در میاد. سی سی دو دو دادام دادام دام دادام دادام دام. که البته در اجرای استاد شریف یک عجله‌ای در دولاچنگ ها هست، یعنی این به حالت چابکی این قطعه مقدار کمک میکنه. انگار نوت دولاچنگ اول رو به حالت یک نوت زینت در نظر میگیرن. کوکی که در تار انتخاب کردیم 2 تا سیم اول 2 دیاپازون هست برابر با 2 دیاپازون. سیم بم هنگام و 2 تا سیم زرد از بالا به پایین ر، می کرون، فا دیز، سل که اینا به ترتیب انگار دانگ ر، می کرون، فا دیز، سل رو معرفی میکنن. دانگ دوم چهارگاه. ابتدا قطعه رو یک دور وزخوانی میکنیم. لا سی سی ره ره 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 دو سی لا ره ره لا سی سی ره 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 دو سی لا ره ره سی می ره دو سی لا سول فا سول لا دو سی لا سول فا فا می ره می فا لا سول فا می ره سو فا می ره دو ره لا سی سی ره 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 دو سی لا ره ره لا سی سی ره 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 دو سی لا ره ره سی می ره دو سی لا سول فا سول لا دو سی لا سول فا فا می ره می فا لا سول فا می ره سو فا می ره دو ره فا سول لا سو فا می فا سول لا سو فا می فا سول لا سو فا سول لا سو فا سول فا سول فا سول فا سول فا سول لا سو فا می فا سول فا می ره ره می فا می ره دو ره رم رم دو ره می ره می فا فا می فا سول سول فا سول لا سول لا سی سی لا سی دو دو سی دو رم رم دو می ره 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 دو ره می ره می فا فا می فا سول سول فا سول لا سول لا سی سی لا سی دو دو سی دو ره ره دو می ره لا سی سی ره 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 دو سی لا ره 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 دو سی لا ره ره لا سی سی ره 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 دو سی لا ره ره سی می ره دو سی لا سول فا سول لا دو سی لا سول فا فا می ره می فا لا سول فا می ره سو فا می ره دو ره می فا 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 می فا 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 سو فا 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 می فا 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 سو فا 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 سو فا فا می 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 فا می ره می فا سو فا می فا می فا سو فا سو فا فا می فا می ره سو فا فا می فا می ره می فا سو فا می لا سو فا می فا سو فا فا می 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 فا سو فا سو فا سو فا فا می فا می ره می فا می ره ره دو ره می فا می ره می ره می فا می ره می ره دو
رم رم دو ره می فی ره می فاس فا می فا سول سول فا سول لا لا سول لا سی سی لا سی دو دو سی دو ره ره دو می ره ره دو ره می ره می فا سول می فا سول سول فا سول لا لا سول لا سی سی لا سی دو دو سی دو ره دو می ره La si si re la si si re la si si re la si si re do si la re la si si re do si la re si mi re do si la sol fa sol la do si la sol fa mi re mi fa la sol fa mi re sol fa mi re do re fa sol la sol fa mi fa sol la sol fa mi fa sol la sol fa sol la sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol la sol fa mi fa sol fa mi re mi fa mi re do re do re mi fi re mi fa sol la fa sol la sol la si si la si do do si do re do mi re la si si re la si si re la si si re fa la sol si la do si re fa la sol si la do si re la si 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 si re قطعه با تم اصلیش لا سی سی ره سلام علیکم سلام علیکم شروع میشه به صورت راست چپ راست چپ چپ راست چپ راست چپ چپ 4 بار این تم رو داریم. بعدش میگیم ره دو سی لا ره راست چپ راست چپ راست راست. بعدش دوباره تم قبلی لا سی سی ره بعدش ره دو سی لا ره. حالا اینجا میاد از سی به می میپره سی می فاصله 4 سی می ره دو سی می ره دو سی که راست چپ راست 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 سی می ره دو سی بهتره که بیاد با انگشت سوم اینجا لا سول فا سول لا بیاد انگشت اول. مضراب گذاری همون راست چپ راست 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 هستن در هر قسمت. دو سی لا سول سوم بیاد اینجا دو سی لا سول فا. بعدش فا می ره می انگشت اول بیاد رو فا لا سول فا می ره دوم بره رو می سو فا می ره دو ره. در قسمتی که به این قسمت بالا دسته میرسیم دست یه مقدار میاد حالت پوش رو اجرا میکنه. یعنی بعد از این که گفت که صدادهی متفاوتی از ساز بتونیم داشته باشیم دست یه مقدار میاد جلوتر. این جمله بندی کلا تکرار میشه از ابتدا. بعدش میایم به قسمت زابل چهارگاه که روی فا دیز تشکیل میشه. زابل فا سول فا رو میکنیم با همراهی مضراب سول پس شد سکوت فا سکوت سول. اینا آفتک شروع میشن هر کدوم با ضرب بالا فا سول لا. اینجا لا رو بریم بشه دوم میبریم به سمت سی کورون رو برمیگردونیم فا سول لا سو فا می فا سول با همون حالت کندن فا سول لا سو فا می فا سول راست چپ راست راست. بعدش میگه فا سول لا باز همین گریساندو هست سو فا سول لا سو فا سول. بعدش میگه فا سول فا سول فا سول فا سول که فا سول آخر یک یک میگیم پایین راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ لا سو فا می میریم به سمت می. بعدش می فا سول سول رو میکنیم فا می ره دوم میره ره می ره می فا می ره دوم میره رو ره که اینجا رو در بعضی از اجراها میتونه به این شکل باشه می فا لا سول فا می ره می سو فا می ره دو ره می فا لا سول فا می ره می سو فا می ره دو ره. با این حالت هم میشه اجراش کرد. بعد میایم یک جمله گذر داریم گذر برشو از ره بم به ره زیر رم رم دو ره می می ره می اینا یک یک میان پایین فاس فاس می فا سول سول فا سول لاس لا سول لا سی سی لا سی دور دو سی دور رم ره دو می ره که
بعدش یه با گلیساندو از ره با ریز برمیگردیم و این پاساژ رو تکرار میکنیم. دقت داشته باشیم که بعضی جاها میتونیم به جای اینکه با اشاره و راست چپ بزنیم با تریل این رو اجرا کنیم. در برخی از اجراها آقای شریف به این شکل عمل کردم: ره ره دو ره می فا ره می فاس فا می فا سول لا فا سول لا لا سول لا سی دو لا سی دو دو سی دو ره می دو می ره، که به این شکل هم میتونیم عمل کنیم. بعد از این دوباره قسمت A رو داریم: لا سی سی ره ره لا سی سی ره ره. بعد از اینکه برگشت ره، جمله دی رو معرفی میکنیم که میگه ره می فا 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 فا. بعدش اینجا یه مقدار سخته، راست رو به میکرون میزنیم: می فا 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 فا. بعدش فا دیز از سیم زرد میاریم: فا 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 فا. بعد یه سول از سیم زرد میاریم: سول فا 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 فا. دوباره فا دیز از سیم زرد، دوباره میکرون از سیم هنگام، بعدش سول سیم زرد و بعد فا سیم زرد. اینو با راست اجرا میشه و مجموع مضربا راست چپ راست چپه. بعضی جاها میتونیم راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست 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 چپ راست چپ راست چپ راست 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 چپ راست 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 چپ راست 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 چپ راست چپ راست چپ راست 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 چپ راست چپ راست چپ. که البته استفاده از این واخونها و ایجاد پدال روی فا دیز به فضای زابل بسیار کمک میکنه و میتونه متنوع هم باشه این حرکت‌های واخونی. بعد از اون میگیم سول فا فا می سول فا فا می راست چپ راست چپ، همراه با اشاره هست از فا دیز به سول. 6 بار سول فا فا می رو تکرار میکنیم. بعدش 7مین بار میگیم سول فا فا می فا می می ره می ره می فا سول فا می فا می تریل می فا سول فا. یک یک میم جلو، سول تریل داریم روی سول 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 فا فا می رو فا تریل فاس فا می می ره. دوباره سول 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 فا فا می فاس فا می می ره می فا سول فا می فا می لا. انگوش سوم میره روی لا، فاس فا می فا. روی زابل میشینیم، دوباره از سول فا فا می شروع میکنیم 6 بار و 7مین بارش میگیم سول فا فا می. انگوش اول میاد رو فا، فا سول فا سول فا سول فا فا می فاس فا می می ره می. اینجا انگوش دوم گلیساندو به سمت فا دیز میدیم و برمیگردیم. بعدش از فا می می ره می ره ره دو ره. انگشت اول میاد رو ره ره می فا می. یک یک میم جلو، فا فا می می ره می می ره ره می فا فا می می ره می ره ره دو ره. که میتونیم چون فاصله زیاده از انگشت چهارم هم از میکرون به فا دیز استفاده کنیم. باز گذر برشو رو داریم دوباره تا ره میاد برمیگرده دوباره میاد پایین. بعد جمله A رو داریم که این گذر برشو رو اسمش رو ما گذاشتیم C در اینجا. دوباره جمله A شروع میشه، بعدش جمله B که این قسمت بود، و بعد دوباره جمله C تکرار میشه، این بار 1 بار این گذر برشو تا ره میاد و دیگه تکرار نخواهد شد. بعدش آپریم رو داریم که همون تم اولیه لا سی سی ره ره لا سی سی ره ره. این بار به جای 4 بار 3 بار لا سی سی ره ره و بعد یک جمله گذر رو داریم فا لا سول سی لا دو سی ره که فاصله سوم میان پایین و این که دوبار تکرار شد همون تم اصلی فید میشه. این قطعه رو استاد با سرعت حدود 100 اجرا کردن. ما اینجا با سرعت 116 رو اجرا میکنیم. 1 2